قلعه بمپور، اثری از خشت و خاک که زمان را به چالش کشیده و نگاه ها را میخکوب میکند. بمپور در 24 کیلومتری غرب ایران شهر بر فراز تپه‌ای مصنوعی به ارتفاع 80 متر ساخته شد و از کهن‌ترین و استوارترین دژهای نظامی آسیا به شمار می‌رود. قدمت این دژ را مورخان به دوران اشکانی و ساسانی نسبت دادند، اما نشانه‌های زندگی پیرامون آن به 5 تا 7000 سال پیش باز می‌گردد، به روزگاری که نخستین شهرنشینان تمدنی در دل این سرزمین آفریدند. در افسانه‌های محلی بمپور را به بهمنپور فرزند اسفندیار نسبت می‌دهند، قهرمانی از تبار کیانیان که این دژ را پناهگاه دلاوران ساخت. قلعه از 2 بخش اصلی تشکیل شد: بخش عامنشین با خانه‌ها و برج‌های دیدبانی و ارگ حاکمنشین در بلندترین نقطه، جایگاه فرمانروایان و نگهبانان شرق ایران. در قسمت شاهنشین چاهی عمیق با راهی پنهان نهفته بود تا در زمان محاصره راه نجاتی در دل زمین گشوده شود. دور تا دور قلعه را حصاری سترگ فرا گرفته بود. در طول قرنها از سلجوقیان تا قاجار بارها مورد حمله قرار گرفت و آسیب‌های فراوان دید، اما هرگز فرو نریخت. این دژ استوار روزگاری مرکز حکومت سیستان بزرگ بود و هنوز هم چون نگهبانی برافراشته بر دشت ایران شهر می نگرد. قلعه بمپور در اردیبهشت 1345 به شماره 559 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد. یادگاری از روزگاری که خاک روایتگر شکوه و مقاومت بود.